ببین چقدر بهت نعمت داده، انصاف داشته باش. اللهم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. آیا این دو چشم زیبا رو بهت ندادیم؟ فکر کردی؟ چشاتو ببند. دنیا جلو چش تاریکه. اونی که اعماس میداند نعمت چشم چیست. آیا این لسان زیبا رو به تو ندادیم؟ با انصاف. یتکلم بلحم، تعبیر مولا شگفتا از این انسان تکلم میکند به وسیله یه تیکه گوشت. حالا چیکار کرده تو این یه تیکه گوشت؟ تمام طعمها رو باش میچشید. شوری، شیرینی، ترشی، تندی. چیکار کرده؟ طلبی داشتیم ازش؟ اگه لال بشی میدونی یعنی چه؟ یکی نعمت ها سلب بشه میدونی یعنی چه؟ ان النعمت اذا فقدت عرفت. پیغمبر بزرگوار میفرمان نعمت وقتی از دست رفت قدرش شناخته میشود. حضرت موسی گفت خدایا چیکار کنم این مردم به تو محبت پیدا کنم، بنده تو بشم. کتاب اومد نعمتهای منو برای اینها شمارش کن. یسمعو بعظم، میشنوی به وسیله تیکه استخوان چکشی ته گوش. ینظر به شحم، میبینی با یه تیکه پی. این سفیدی چشم پیه. وقتی امام صادق علیه السلام با اون طبیب هندی مناظره کردن، حضرت فرمودن که چرا اشک شوره؟ گفت نمیدونم. فرمودن چشمت بافتش چربیه، چربی بخواد نگنده چیکارش میکنی؟ آقا نمکش میزنی. فرمون ذات اقدس احدیت چشمتو تو محلول نمک قرار داده. اشکم شوره. کله پاچه که میل میکنی چرب ترین جاش چشمشه، پیه. این نعمتو کی به تو داده؟